فهمو تمام. با جای سفیر بزرگ شخص دیگر رو موندند. سردار از شرق نزدیک میخواسته از جمع آمده برپا کند. یعنی نقشه های نو جای دارند. خوب، ما هم اشتراک میکنیم. گفتند که با سلیم هم خبر دهید. خوب. خدا جزایت را دهد. درست سرده. شیرینکی من صبح خیر. بیدارت کردم. خوب رفتی؟ آروم شو. این لعنتی با من هیچ کار کردن نمیتواند. همین خیلی فکر داری؟ نزن لعنتی. با تو گفتم که او هیچ کار کردن نمیتواند. لعنتی ها، دلم با شما میسوزد. در این عین جوانی هلاک میشوید، لیکن من تو رو پزمون میشوم. بوی فوره میداری. کجای این میمون به تو مخول شد؟ ای چشم کبوتک، در چشمانت لینزه گذاشته ای؟ با فکری تو چیه؟ نزن. این خیلی باشد گپ زن. درباره من چی میداند؟ همراه کی کار میکنید؟ شما چند نفرید؟ زود گپ زن، وگرنه این میمونت همین خیلی نمیمورد. عذاب کشیده میمورد. هرگز مبادا یک کلمه هم نگو. بینید میمونی قهرمان. تو همین خیلی جسوری. اینجا بیا شیری من. در جای زورش خلال میرسوننده. لبای سلام جوان خوب، با تو بعضی خبرها دارم. بگو، گوش میکنم. با جای سفیری بزرگ آدمی نوی را گذاشتند. به نزدیکی مجلسی برگزار می شود. خوب، بعدا مفصل تر صحبت میکنیم. حاضر من یک دو کار دارم. 2 پرنده ای رو دستگیر کردم. پر و بالشون رو میکنم. خیلی خوب، خسته نباش. آن پرنده ها رو من میشناسم. همون دختر جاسوسه که به تو گفته بودم. و با یک سرباز. اینها لیلی و مجنون بودند. بسیار تعبمون بالیده است. با آن پرنده ها آب ده. خیر، با آنها چیکار کردنی؟ اول بفهمم که چی کارند و درباره من چی میدونند، بعد سری هر دویشون رو میکنم. از حاضر برای تو براری کار میخواهم. در کجا هستی؟ من هم بیایم. دیر باز از تماشای چیزی لذت نبرده بوده. شاید به تو کمک لازم شود. خوب، زود بیا، سراغه رو میفرستم. مایلش. باید فوراً با یوز تماس گیریم. حیات فاتح و ایلین در خطر است. کمی پس سراغه را میفرستم. فهمو. خوب، ما چی گفته ایستاده بودیم؟ به یادم اومد، انا اینجا بودیم. این آخرین امکاناتت است. سخت پشیمون میشوی. با من میگویی؟ زود باش عشقم، زود باش عزیزم. مرا غمگین نکن، زودتر بگو جانم. آفرین عزیزم ایلین. این سخنها به تو نمیزیبند. این خیلی باشد ما سر نکنیم. مرد سیکو، صدا بلند نکن. شد تمام. این در تنها تو رو میکشد و خلاص. برای همین داد و فیغان نزن.
این حادثه چه روی داد؟